أتيت اليوم بالبشرى وسبحان الذي أسرى رسمنا فيك حب الخير من الدنيا إلى الأخرى رسمنا فيك حب الخير من الدنيا إلى الأخرى. رعاك الله يا رمضان وفاح الطيب بالأشجان ودير الجود والإحسان يدون عاطر الذكرى. رعاك الله يا رمضان وفاح الطيب بالأشجان غدير الجود والإحسان يدون عاطر الذكرى يدون عاطر الذكرى. مع القرآن درب النور بروح العابد المسرور وذنب قد غدا مغفور وجرح في الحشايا. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، همه شما را به این ماه نور، به این ماه صبر، به این ماه قرآن، به این ماه خیر، به این ماهی که سپری از آتش جهنم است تبریک و تهنیت میگویم. و پیش از آنی که در این لحظه هایی که برای پند و نصیحت جدا شده است، میخواستم ماه که ماه اجابت دعاست قبلا یک جایه دعا کنیم و بعدا ان شاء الله برای شما صحبتی داشته باشیم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. خداوندا گناهان ما بندگانت را، چه از مردهای مسلمان چه از زنهای مسلمان، اشتباههای ما را، خطاهای ما را با فضل و کرمت بخشیده بگردان. و خدایا در دلهای همه ما بندگان مؤمن و مسلمانت محبت را، الفت را، یکدیگر فهمی را بر دوام نگه بدار. الله مهربان رابطه بین جمیع مسلمان ها را نیک و خوب بگردان. الله مهربان مسلمان ها را نصرت بده تا همیشه پیروز بر بالای دشمنان تو باشند و پیروز بر دشمنهایی که بر مسلمان دشمنند
پیروزی بالای آنها داشته باشد. اللهم یا رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده نسألك الجنه و نعوذ بك من النار. ای خدای جبرائیل و اسرافیل، ای خدای میکائیل و عزرائیل، ای خدایی که سازنده زمین و آسمانی، ای خدایی که داننده علم آشکار و پنهانی، ما را یکایک ما را داخل جنت جاودانیت بگردان و ما را از آتش خار کننده جهنم نگه بدار. اللهم انا نعوذ بك من یوم سوء و من لیلة سوء و من ساعة سوء و من صاحب سوء و من جار سوء. خدای به سوی تو پناه طلب میکنیم از ساعتی بعد، از روزی بعد، از شبی بعد، از همسایه بعد، از رفیق بعد. به سوی تو خدای پناه طلب میکنیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا ارحم الراحمین. برادران عزیز و گرامی، برای شما میخواستم در این لحظه ها گفتگوی استاد را با شاگردش که بسیار یک درسی زندگی ما و موضوع روزی ما و شما هست به شما گفته گذارم. برادران عزیز و گرامی، شاید که شما شقیق بلخی گفتگی نفری را شنیده باشید. این حضرت همان ابو علی ابن ابراهیم بلخی می باشد. عزیزای خدا میگن سال وفاتش 809 یا 810 میلادی است. گویم از وفات این عزیز خدا 12 عصر سپری شد. گویم 1200 سال از زمان وفاتش گذشت. در تاریخ میگن شقیق بلخی شاگردهای ابراهیم ابن ادهم بود. یعنی از طریقت و از راه و رویش ابراهیم ادهم، یکی گویم از مریدهای ابراهیم ابن ادهم بود. ابراهیم ابن ادهم برادرای عزیز، پدرشم چگونه اگر آگاهی داشته باشین بسیار آدم شاه بودن، با دولت بودن، با ثروت بودن، ولی خدای مهربان که در دلش که نور محبت را جا کرد و ایمان که از داخل که می جوشید، دیگر سر در بیابان زد و دیگر در پی خدمتی در دین شد. حضرت مولوی جنونی همیره در کتابش میارد کسی پرسید از آن ابن ادهم چرا ملک جهان را کردی برهم؟ حضرت این قدر امکانیتی که تو داشتی، میتونستی که محض در کرسی شاهی بشینی، میتونستی که از همه آن لذایزی که در دنیا بود تو استفاده بری. چی شد که همه اینها را پشت گردانیدی؟ چرا از اینها استفاده نبردی؟ بگفت هنگام روی تخت بودن و چشمم تخته راوا نمودن، بدیدم خوابگاه خیش در خاک، از این بابت گریبان را زدم چاک. چی سود از تخت آی سوی تخته، کی نوشی قطره آبزی پخته. حضرت گو وقتی همین دیدم تابوت بنده خدای را، همو برای من گفت دیگر تکان دهنده شد، همو برای من دیگر درد شد. چه حاجت گفت که از بالای تخت بیایی؟ چه حاجت که تمام نوشاکی های دنیا در اختیارت باشه ولی دم آخر در به پخت آبتی؟ از این بابت حضرت گفت من دیگر
راه خود ما اختیار کردیم. این شقیق بلخی برادران عزیز از شاگردان امین ابراهیم ابن ادهم بود و شاگردی داشت برادرای عزیز به نام حاتم که لقبش گوییم یا کنیتش گوییم اسم بود. حاتم اسم میگفتند. اسم در لغت عرب برادران عزیز آدم ناشنوا را میگن، آدم کر میگن. این لقب حضرت حاتم بود. اگر وقتا گنجایش داد این از کجا پیدا شد انشاءالله برای شما گفته میگذاریم. خلاص شقیق بلخی روز با این شاگرد خود حضرت حاتم یک لحظه که یافتند در روبروی یکدیگر نشستند. شقیق بلخی پیرشان بود، استادشان بود و حاتم اسم مرید و شاگرد بودند. حضرت شقیق گفت حاتم به یادداشت من 30 سال شد که تو نزد من تعلیم میگیری، 30 سال شد که تو در مدرسه من میخوانی، 30 سال شد که از آن معرفت و از آن حکمت و از آن درسی که من نزد خود داشتم من تو را آموختم. اکو امروز من از تو یک سوال دارم. سوالم همین است، در دوام همین 30 سالی که در من تو شاگرد بودی چی آموختی؟ برادران عزیز و گرامی، حضرت حاتمم خداوند رحمت کند اینها را که نامهای اینها در تاریخ دین به آب طلا نویسانده شده است. اینها خادمای دین بودند، اینها حقیقتا نماینده های دین بودند، اینها دلسوزهای دین بودند، اینها دفاع از دین میکردند. در برابر استادشان گفتند حضرت حقیقتا شما درست قید کردین، من 30 سال شد در نزد شما تعلیم میگیرم، علم میآموزم. عزیزای خدا میگن علم اگر اندک بود خارش مدار، چون که علم دارد قدری به شما. من در دوام همین 30 سال خواندم پایه حیات خودم را، پایه زندگی خودم را در 6 چیز قرار دادم. برادران عزیز خیلی با دقت باشید. این 6 چیزی که حضرت حاتم در دوام 30 سال از این استاد خود حضرت شقیق، که این شقیق مرید اگر حضرت ابراهیم ابن ادهم هم که باشد با شاگردهای حضرت امام ابو یوسف بودند. شما تصور کنید که امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه بودند. امام ابو حنیفه یگانه صاحب مذهب هست که از مدرسه و تعلیمات او از بین شاگردای او 40 قاضی بیرون شدگی است. 40 قاضی، یکی از آن قاضی ها همین امام ابو یوسف است و شقیق بلخی هم شاگردی قاضی امام ابو یوسف بودند. گوییم خیلی آدم الکه از همه جهت کامل بودند. حاتم اسم گفتند حیات خودم را، زندگی خودم را خب در همین پایه 6 چیز قرار دادم. ای کاش برادران عزیز حاضر ما با دلی با گوش‌های قلمان گوش اندازیم تا از این 6 چیزی که این بنده خدا استفاده کردند، مشهور شدند، معروف شدند، بنده های خوبی خدا شدند، ای کاش ما هم پایه حیات و زندگی ما بالای همین 6 چیز بگذاریم. اینها چی هست؟ حضرت گفت گوش میکنید. گفت یکم استاد گفت دیدم که در مردم
در نسبت رزاق بودن و رازق بودن خداوند شک و شبهه است. یعنی در نسبت رزاق بودن خداوند مردم نه باوری تام و کامل دارند و مردم آمدن رزق را از نزد خداوندم با پررگی قبول نکرده و در دل مردم یک ترس در همین نسبت وجود دارد. بازم همین مال دارند، ثروت دارند، ولی بسیار ممسکند، بخیلند. من گفت استاد با سوره مبارکه هود آیت 6 و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. با همین آیت توکل کردم، با این تکیه کردم تا از زمره این انسان ها نباشم. حضرت شیخ گفتند آفرین، گفتند آفرین. برادران عزیز، من برای آنکه دویم آن چیزی را که حضرت حاتم گفتند من میخواهم در گرد یعنی کمتر برای شما معلوماتی تا که شما با پررگی این حضرت ها که اکو پایه زندگی شما گذاشتند، از روی این پایه خانه قبر شما هم آباد کردند. پس ما باید هر یک زینه اینا کمترک روشنتر، ساده‌تر، تا که از همین آمدگی مانم ماها برادران عزیز استفاده خوب از روزگار این عزیزای خدا بگیریم. امروز هم برادران عزیز و گرامی در مسئله رزق و روزی بسیاری از ما ترس داریم. ما از همان صفتی که الله رزاق است تا حال با پررگی توکل نداریم، با پررگی معلومات هم نداریم. بین آیت قرآن چی میگه و آیتی که حاتم اصلا تکیه کردن و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. خدا میگه هر یک دابه گفته هر یک چیزی که می جنبد، یعنی هر چیزی که جان دارد، خواه آدم باشد، خواه انسان، خواه جن باشد، خواه حیوان باشد، خواه حشرات باشد، خواه چرنده باشد، هر چی باشد، خدا میگه کفیل رزق همه اینها من هستم و یعلم مستقرها و مستودعها. الله میگه حتی من علمم تا آن حدی هست که شما در کجا برای خودتان جای زیست و زندگی انتخاب میکنین، حتی من پارچه زمینم میدانم و حتی رزق از کجا به خانه شما میاد من مکان آمدنش هم میدانم. برادران عزیز، سوره زاریات میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا میگه من رزاق هستم، من تأمین کننده رزق شما هستم، من ذات هستم که پاینده توانایم، استوارم. اینها برادران عزیز برای آن از آیت های قرآن به شما گفته می شود، به ما و شما گفته می شود که همون ترسی را که در درون ما در نسبت رزق وجود دارد، این ترس باید که از قلبهای ما بیرون شود. شیخ سعدی می گفت غمی روزی مخور مزن اوراق دفتر را که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. آلی طفل نه آمده می گفت پیستانای مادر پری شیر منتظرت است که کی مقصد بگیم عادی کده که کلتا بیرون بکنی و دهانتا در سینه مادر میگذاری. آلی نه آمده الک سینه مادر پر از شیره. عزیزای خدا اینها را برای ما عیان کردن، ساده کردن تا که همون ترس برادران عزیز از ما و شما دور شود.
شیخ سعدی را در بستانش برادران عزیز، کتاب بستانش یک قصه بسیار زیبا میاد. انشاءالله این فکر میکنم اگر اینها را ما خوب درست هر کدامش در جای خودش اگر گوش کنیم، شاید که همون ترسی را که حاتم اصحم در زمان خودش در دل مردم احساس کرده بود، همون ترس شاید از دل ما و شما دور شود. شیخ سعدی در بستانش میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، که نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. پدر میگه بچه‌اش میگه برداشت دوستداری میکرد، بوسابوسی میکرد. بچه‌اش هم میگه دیگر الهامش آمد یکی خندید. پدر میگه دندانهای فرزند که دید یک باره مردکی ترسانچک بده است، مردکی بی غیرت بده است، مردکی که بیچاره رزق روزی را جانب خدا کی نمیدانست است. دندانهای بچه شکیدید میگه ترس فراش گرفت، که نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. این بچه ما صاحب دندان شده، یک پگا نان میگه، اینا ما از کجا نان تأمین کنم؟ ولی بسیار ما برادرها لاف میزنیم، من نباشم اگر خدا میدانه یگان تایت زنده نمیمونیم. یا همه برادرای عزیز، اینها همه یک سخنهای بیهوده، یک سخنهایی که از روی بگیم کبر و جهل جاهلی ما هست. الله میگه من میدانم که رزق شما در کجاست و از کجا به جای شما میآید، من این را میدانم و کنترل این الله میگه در دست من است. عبدالقادر بیدل میگه رزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. اما خانه‌های تارتنک‌ها را دیدین؟ از همینجا پشه میگه خدا رزق او را میگه پرش میته، پریده میرود، تارتنک اونجا میخورش. تارتنک قوت کپیدن پشه ندارد، لیکن خداوند همون را نویسانده. تو طعمه یا همون تارتنکی همون جا میرود تارتنک میخورش. این مردک بیچاره ترس فراش گرفت، این را از کجا من نان میتونم؟ چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت. اگه دیگه شاید که بیچاره شرم که البته بیرنده که همسایه را بگم، شاید یگان همسایه صاحب عقیده باشه و او آدم رزق که خدا بینه که مرا مقصد مسخرم نکنه. بیای همه در خوب همی آدمی نزدیک، همی خانومی خدمه، اویله خدمه، همین را بگم که چی میگه؟ چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. شیخ سعدی میگه الحمدلله که اگر این مردک دل گرده هم که نداشته باشد، این مردک بی غیرت هم که باشد، این خیل شیرزنا هم وجود داره. نگر میگه زن او را چو مردانه گفت. چیش گفت؟ وقتی گفت زنک این بچه‌اک مصاحب دندان شده، مقصد باید نامخور دیگر زیاد شده، این چه میکرده باشه؟ الحمدلله رب العالمین. زنبین مخور حول ابلیس تا جان دهد. مردک گفت این ترسی که طرف فرا گرفتگی این را وسواس شیطانی میگن. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همون ذاتی که این را دندان شداده او الکی رزق روزی را معین کرده است. تواناست آن خداوند روز که روزی رساند، تو چندین مسوز. اینا مرد گفت ای اون ذات میگه من توانایم، من استوارم، هیچ قدرت و قوت به من رسیده نمیتواند. تو ایقا نسوز، تو ایقا غمگین نشه. خدا میگه من خودم تأمینش میکنم. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزی هم. مردک تو عالی گفت فقط همی یک دندانای همی را دیدی، تو این پروردگاره که این صورت فرزندی تر در بطن من کشید،
در اینجا ایراد صورت سازی کرد. در همین داخل نویسنده عمر و روزی هم هست، عمرش هم معین کرده است. این خداوند همین خداوندی تواناست. تو چی قدر میسوزی؟ تو چی قدر فکر میکنی؟ من برادر عزیز، اکو هر آدم هر خیل است. من وقتی هم بالای کتاب میشینم با کتاب، انیسی کنج تنهایی کتاب است، وقتی با کتاب سر کار میگیرم در ذهنم هر خیل هر چیزای خواندگی پیشترم یا هر خیل سخنهای در ذهنم دور میگردد، مثل که در زن همین مردک من قائل شدم. گفتم ببین در هر خانه اگر هم خیلی شیرزن باشه، بعضی همین مردکایی که عقیده مستحکم ندارن، همون ریسک ای کیسه خودش میبینه یا طعنه میزنه خانواده را که اولی مایم در ایجا و ایلا خدا میدانه شما چی میشین. همین خیلی شیرزنا اگر باشن برادرای عزیز، انشاءالله جامعه ما چی جامعه زیبا شود. میدونی خانواده ما چی خانواده های زیبا و خوب شود. از الله مهربان ما همیشه دعا گوییم که خداوند این خیل شیر زنها را در این جامعه ما زیاد کنه، این خیل زنهای با غیرت زیاد کنه. اسماء دختر ابوبکر صدیق بود، حضرت اسماء. از ما یک کم ترک از همین زنهای شیرزن برای شما یک ده حکایه بیارم. حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق بود. وقتی میگه عمرش به 80 رسید، عمرش به 80 رسید، مادر عایشه دیگر مادر بود. عایشه دختری حضرت ابوبکر صدیق مادر ماند، زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اسماء را مادرش دیگر بود. این اسلام که نه آورد، حضرت ابوبکر طلاق شد. وقتی همین اسماء، این اسماء خودش بسیار زن خادمه و خدمتکار بود، دختر ابوبکر صدیق بود. میگه وقتی عمرش به 80 رسید، در نسبت حجاج که رهبری بگه مسلمان ها بود ولی بسیار فاسق بود، ظالم کی بود، بچه اسماء عبدالله ابن زبیر بود. اطاعتش نکرد، گفت یک آدم فاسقه، گفت میرا چی اطاعت کنم؟ وقتی که این سخن به گوش حجاج رسید، مرد خیر رهبر کلانه، خب این کی است مقصد مرا اطاعت نمیکنه؟ تشکیل کرد در مقابلش جنگید. عبدالله ابن زبیر بچه حضرت اسماء را به قتل رسانید و در بند کشید. بلند، همین خیلی بلندی داود، آویزانش کرد. در مکه 3 روز عبدالله ابن زبیر همین تا آویزانه. حجاج اکو منتظره که کی اسماء می آیه و میگه ای حجاج، مقصد بسیار بخشش زیاد از تن فرزندم، همین بچه‌ک مقصد پایان کو بگیرم. فکر کرد که این اسماء همین خیلی چی میدانه که این هم یک شیرزنه. طاقتش تاقشی دیگه حجاج دید که اسماء نمی آیه، بس راقی بچهش نمی آیه. بعد به نزدش آمد گفت ای اسماء، درک داری؟ ما با فرزندی تو چی معامله کردیم؟ میدانی؟ گفت 3 روزه بچت آویزانه. گفت من درک دارم که شما گفت فقط دنیای او را تباه کردین، ولی حجاج یقین بدان که او آخرتی تو را تباه کرده. برادر عزیز، این سخنی هست میگه در تاریخ که در حالت از زمان اسماء میبراید که درون او پر مهر فرزند بود. وقتی میگه این سخن حجاج گفت، حجاج دیگر مقصد گپش نیفت که در عوض این مادر چی بگه، یعنی نه زاره است، نه تولا است، نه خواهش است. این خیل برادرای عزیز، ببین شیرزن کی بود، مثل عبدالله ابن زبیر وری فرزند به دنیا آورد. این دامن این خیل مادرها با بسیار نقش کلان میبازد. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی،
زنه ببین که صاحب مردک خانه را مخر حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. تو چی جای ترس داری گفت؟ همون که خودش دندان شداد همون خودش نان شمیته گفت. برادرای عزیز، خداوند بسیار ذاتی مهربانه، او کفیل رزق ما ہے. میگه یک نفر بود دائم دعا میکرد، میگو خدایا برای من رزق بغاس بده. بغاس، این بغاس کلمه عربی است. وقتی میگه همون زاغ بچه تولد میکنه سفید است، وقتی که همون سفید که هست میگه زاغ سیاه که میبینش فکر میکنه که همین ایمن نیست، ایمن نیست، میگه ترکش میکنه میرود تا زمانی که همین پر سیاه نبراید. پر سیاه که میبراورده است بعد به سراغش میآمده است. یک آدم داغیم میگفت است خدایا مرا رزق همون بغاس بده. بغاسش همون که در حالت همون پشم سفید داشتن. خدا را بینیم برادرای عزیز قدرت چکی، وقتی مادر هم را میپرتویه میرود، خداوند در تنه همین چوجه زاغ بگیم یک بوی خود مرده را پیدا میکنه. یک چوجه که یک حیوان میبرد یک بوی دارد کو، وقتی که بوی کی باشد بعد کرما و پشا آمدن میگیرن، همون بوی میگه در تنه می پیدا میشود. دیگر کرمها و پشاها اکو برای خوردنش میان، وقتی نزدیک کی میان شکارشون کردن میگیرن، خوردنشون میگیرن تا زمانی که پرش میگه سیاه میشده است بعد مادرش سراغش میآمده است. این مردک هم مردکی دانا بوده است، میگفت است خدایا همون رزقی که بغاس دادی مرا همون خیر رزق بده. مقصد همین خیر رزقی که خودش دویده و پیش مرا آمدن بگیرن. بین الله مهربان چه یک ذات مهربانی است که هیچ وقت برادران عزیز در دل ما باید ترس نباشد. در دل ما یگان ترس هم بترسیم من برادر عزیز، این رزق چیزی ازلی است. این را کم و زیاد کردن همه در نزد الله مهربان است. این به بندش هیچ وابستگی ندارد. یک کیسه دیگر را میگیم دوام کنیم که وقتی زیاد گرفتم. میگه یک آدم پولدار ثروتمند وارد مسجد میشود، میاد پیش داملا میاد میگه داملا یگان نیاز نداری؟ مقصد من یک کمتر مبلغ آوردم، اگر یگان حاجت و نیاز داشته باشی مقصد این ما تیاریم که خدمت کنیم. خداوند رحمت کنه او داملا ها را او عالم ها را، اونا هم عالم های ربانی بودن، اونا هم همش تکیه با خدا داشتن، هیچ وقت تکیه به آدم ها و به پولدار و به مالدار و به منصبدار و تکیه نمی کردن. ولی پیغمبر ما میگه هر کسی که اگر سحر برای خاطر نداشتنی در خانه چیزی اگر بخیزه و میگه هم تا چهرش ترش کنه غمدار خودش بگیرد، او همچنان است که خداوند در بین مردم غیبت کرده است. هر کسی که میگه اگر پیغمبرمون یک آدم مالدار اگر به خاطر پولش اگر تعظیم کنه و دستاش پیشی بر کند سه یک دینش ای بین میرود. این عالم برادرای عزیز وقتی این گپ از مردکی پولدار که شنید گفت شرم میاد در یک خانه قرار دارم که صاحب این خانه ماندگی من است حاجت طلب کنم. برادر عزیزی سخن بینید، من در مسجدم، این خانه خدا ہے، من در خانه خدا ماندگی است نیاز طلب کنم. میگه این مرده که پولدار ای حکمت سخن این میگه برخوردارش گوش شاید های فکر کرد که در درون مسجد نمیشود، بیرون ده میگه ایستاد، بیرون ده ایستاد و که حضرت میبراید. حضرت که برآمد گفت حضرت گفت خیلی داخل مسجد بوده که با همون سوال من آمدم که یگان نیاز شما را بیرون کنم. گفت مقصد شما نیاز دنیوی است یا اخروی؟ گفت من نیاز اخروی شما را برآوردن نمیتونم و به همین نیاز دنیایی تون مراجعت دارم. گفت او خدایی که گفت هم نیاز دنیوی ما میبرارد هم نیاز اخروی ما میبرارد، من در اون مراجعت نمیکنم و در تو مراجعت کنم.
برادرای عزیز، اینها با این رفتارشون هم شرف و آبروی اهل علم قپیدن، هم عزت دین نگه داشتن. تا چند آدم اگر برادر امت دستات پیشی بر خمو بدوی و چاپلوسی کنی و مقصد پدخلی میکنی و دیگر کنی، همون قدر خدم خار میشه، دین همون قدر خار میشه. زینیاز گو من خدایی که حاجت دنیاوی و اخروی ما میبرارد، اکو مودا مراجعت نکن، تو دم مراجعت الله مهربان عاقبتمون بخیر کنه. برادرای از این 6 چیزی بود که حضرت حاتم گفته ان شاء الله مگرم همین 6 روز ما بیام برای شما یک تا هر کدوم میره بیان کنم و این وقتا فرصت نمیته. برای این یکمش همین است که از آمد در رزق یا در رزاق بودن خدا شبهه نکنین، شک نکنین. رازق الله هست برادر عزیز. عبدالقادر بدین میگه بجز رزق مقدر نیست ممکن حاصل کامت، اگر چون عنکبوتان رشته در 100 بام در ریزی. همین اگر تورتنا گوری میپرتویا کو چیوشا همو چیش میگن همو تار رشتهشو میپرتویا، میگه اگر 100 خانه دکی هم خیلی تار تور پرتوی بجز رزق مقدر نیست ممکن حاصل کامت. چیزی که همو لیمیت آمدگی همو میگه زیاد نمیاد. اگر 100 خانه را که همه را احاطه کنی بگیری نمیشید است. چیزی که الله بخواد. عاقبتمون خدا بخیر، ایمانمون با سلامت، اخلاص و محبتمون به دین خدا زیاد بگردونه. از این ماه مبارک الله مهربان شرافتش، خیرش، برکاتش همه ما و شما را برخوردار بگردونه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبوابه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت
سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله مهربان طاعت و عبادت هایی را که الحال جمع این بندگانی تو انجام دادند خدایا به درگاهت مقبول بگردانی. باز هم محبت و اخلاص یقین ما به سوی دین زیاد بگردانی. ایدادر ما قاری را خدای مهربان باز هم زبانش باراتر و خاتمه و آینده های نیک شونتی و صف این گونه حافظای قرآن الله مهربان در این جامعه ما زیاد بگردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم. حضرت عقبه ابن عامر یک صحابه پیغمبرمون ای حضرت پرسید که حضرت مرا یک دلالت نمیکنی به یک عملی که میخواهم که هم خیر دنیا بیابم هم خیر آخرت بیابم، میخواهم که عزت هم دنیا داشته باشم هم آخرت. حضرت گفتند که امسک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک. این حضرت امام ترمذی در کتابش میاره، گفت برای اون که تو اگر خیر دنیا و آخرت بیابی، تو اگر شرف دنیا و آخرت بیابی، عقبه پایبند سه چیز شو. همیشه با زبانت سخنی رو بگو که در او راضی خدا باشه. دو، هر خطا و کمبود و لغزشی که تا امروز کردی برای اونها آب دیده کن، برای اونها گریه کن. سیوم، در خاندان نظام اسلامی را جاری کن. یعنی خاندان تو باید همش اهل نماز باشند، خاندان تو باید همش اهل روزه باشند، خاندان تو باید همش قرآن خوان باشند. یعنی خاندان آدم مسلمان باید بوی دین کند، باید بوی قرآن کند. عقبه گفت پایبند این سه چیز شو تا همون خیر دنیا و آخرت میابی. خداوند برای ما و شما توفیقی نه بر همه ما و شما نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. شما تاقت لك الأرواح يا رمضان وهفت لشدو طيورك الآذان وهمت سحائبك الندية رحمتان فعشوشبت من فيضها الأزمان. تاقت لك الأرواح يا رمضان وهفت لشدو طيورك الآذان وهمت سحائبك الندية رحمة فعشوشبت من فيضها الأزمان. واستقبلتك الأنفس الظمآ إلى لقياك حيث الأمن والإيمان فرأتك أعظم زائر هتفت له كل الربا وغدت به تزدان. رمضان جئت فلا تسل عن فرحة الدنيا سما بشعورها القرآن وعن النفوس توشحت حلل الصفاء يزينها الإخبات والإذعان وعن الأيادي في رحابك أورقت وبها تنام البر والإحسان. الكون كل الكون غنى مذهما من راحتيك العتق والغفران
رمضان يا أنشودة الأمل الندي، ويا ربيعا وشيه فتان، يا واحة فواحة جذلا، ويا ولدا هفى لمعينه الظمآن. رمضان يا بشرى لها إطلالة، ريا وصوت بالهدى ريان، يا دوحة للنصر ضاع أريجها بين الأنام وفرعت أغصان. رمضان يا أنس القلوب إذا دجا ليل الكروب وسهدت أجفان، كم من معان فيك لولا أنت لم تعرف ولم يعمر بهن جنان. رمضان جئت وللقلوب مشاعر، والهوى للشعر الأصيل حصان. هذا هلالك هل فياض السنا، فترشفت أنداءه الأكوان، ونفوسنا طارت إليه منيبتان، تهفو وقد أزرى بها العصيان. وترقبته عيوننا متلألئا، يكسو سناه سكينة وأمان، وبحضنه كم من مساجد أنشدت، يحلو بها للمخبتين أذان. لما بدا كل البلابل رفرفت فرحا، ومن فمها جرت ألحان، حتى الجماد اهتز فانطلق الحصى يشدو، وترقص خلفه الجدران. رمضان جئت فلا تسل عن شوقنا، يا ليت كل شهورنا رمضان. تاقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيورك الآذان، وهمت سحائبك الندية رحمتان، فعشوشبت من فيضها الأزمان. تاقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيورك الآذان، وهمت سحائبك الندية رحمة، فعشوشبت من فيضها الأزمان.